دادگاه در شهر کییو اوکراین مهلت حبس اکبرعلی عبداللایوف جیانی همسری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را تا 1 سال دراز کرد. او روز 14 ینور امسال در فرودگاه کییو بازداشت و با قراری دادگاه به حبس گرفته شده بود. مقامات تاشکند از کییو درخواست دارند که عبداللایوف را به وطن استرداد کند. دادستان کل ازبکستان او را بر ربودن میلیون ها دلار، پنهان داشتن درآمد، پولشویی و تقلب عیبدار میکند. ولی اکبرعلی عبداللایوف از دادرس خواست که به این پرونده نظری فراختر داشته باشد، زیرا در صورت استردادش به وطن او را مرگ انتظار است. اگر به ازبکستان بروم کشته خواهم شد. این 100% است. آنها اول مرا شکنجه میکنند و بعد میکشند. من این شکنجه ها را الکی دیدم. جیانی همسر پرزیدنت پیشین ازبکستان اظهار داشت که به دریافت حق پناهندگی سیاسی تلاش خواهد کرد و اما حبسش این امکان را از او میگیرد. بنابراین از دادرس خواست او را به حبس خانگی محکوم کند. دادرس ناتالیا واسیلیوا درخواست وکیل دفاع اکبرعلی عبداللایوف را که نیز گفت زیر حمایش برای این عیب‌ها در ازبکستان علیه مجازات شده است و بهتر است او را به حبس خانگی محکوم کند به نظر نگرفت. برعکس دادرس دادستان را وظیفه‌دار کرد که هر 2 ماه درباره روند استرداد به او حسابات بدهد. قرار دادگاه علیه به اجرا درآمد.